خب دوستان، جلسه گذشته در مورد این صحبت کردیم که انسان از بدو تولد تا لحظه مرگش اون غریزه جنسی و اون حسگر جنسی تو وجودش هست. امروز میخوایم در مورد این صحبت بکنیم که رانه یا انگیزه اون میل جنسی که بین آقایون و خانم ها وجود داره که باعث میشه تحریک جنسی توشون اتفاق بیفته و اینکه تمایل پیدا بکنن به جنس مخالف. حالا اگه بخوایم این گرایش ها رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، گرایش جنسی رو بین آقایون و خانم ها، معمولا آقایون توی برقراری رابطه جنسی نسبت به خانم ها خیلی راحت تر هست، یعنی اصلا به المان خاصی برای برقراری رابطه نیازی ندارن. وقتی برانگیخته میشن یا اون تحریک توشون به وجود میاد، خیلی راحت میتونن یه رابطه جنسی رو برقرار بکنن، بیشتر تو اون رابطه به ته اون رابطه یا به انزال رسیدن بیشتر فکر میکنن. خب در صورتی که توی خانم ها به هیچ عنوان اینجوری نیست. خانم ها باید یه سری المان ها تو اون رابطه جنسی رعایت بشه که بتونه اون تحریک جنسی براشون اتفاق بیفته. مثلا اون امنیت مکانی که توش رابطه جنسی برقرار میشه، حتی نور یا رنگ بندی، پاکیزگی محیط، همه اینا میتونه توی تحریک جنسی یه خانم موثر باشه. مسئله بعد این هستش که آقایون تو رابطه جنسی خیلی به لحاظ عاطفی شاید نتونن قوی باشن که اونم غریزه است دیگه. به محض اینکه تحریک میشه، برانگیخته میشه، وارد رابطه جنسی میشه و بیشتر تو اون لحظه به انزال رسیدن فکر میکنه. در صورتی که خانم بعد از اینکه اون المان ها توی ذهنش تیک میخوره، مرحله بعدی نیاز عاطفی هستش که اگه اون نیاز عاطفی توی ذهنش برطرف نشه یا ارضا نشه، نمیتونه رابطه جنسی خوبی داشته باشه. پس ببینید این هم تفاوت بین نیاز جنسی آقا و خانم هست. مسئله بعد اینه که طبق تحقیقاتی که انجام شده به طور میانگین آقایون طی روز بیش از 2 تا 3 بار به رابطه جنسی فکر میکنن، یه سری تجسمات دارن و حتی شاید تحریک بشن، در صورتی که در رابطه با خانم ها شاید 1/4 افراد یا خانم ها این اتفاق واسهشون میفته. و مسئله خیلی جالبتر اینه که طبق تحقیقاتی که انجام شده که این تحقیقات لجبازی آقایون رو تایید میکنه، اینه که وقتی به آقایون گفته میشه رابطه جنسی پرخطره یا از نظر قانونی مشکل داره یا اصلا رابطه ناپسندی است یا باعث ضرر و زیان به آسیب به بدنشون میشه، آقایون بیشتر تمایل دارن که اون رابطه جنسی رو برقرار بکنن. دقیقاً در رابطه با خودارضایی هم همینطور هستش که به طور میانگین 2/3 آقایون خودارضایی انجام میدن، در صورتی که این آمار حدوداً بین خانم ها 40% هست. مسئله بعدی لذتی هستش که از اون تایم رابطه میبره آقا یا خانم. خب آقایون همونطور که گفتم چون زود تحریک میشن، زود برانگیخته میشن و وارد رابطه میشن و طی رابطه به انزال بیشتر فکر میکنن، فشار روانی طی مسیر توشون خیلی زیاده و وقتی به انزال میرسن مدت زمان انزالشون خیلی کوتاه، حدود بین 6 تا 7 ثانیه است. با این تفاوت که خانم ها وقتی اون المان ها تو ذهنشون تیک میخوره، رابطه عاطفی هم اوکی هستش، دیگه طی مسیر از اون رابطه لذت میبرن. حتی مدت زمان لذتی که از اون ارگاسم میبرن بین 30 ثانیه تا 1 دقیقه است، یعنی هم از مسیر لذت میبرن و هم لذتی که از به ارگاسم رسیدن میبرن از آقایون بیشتره. پس دقت بکنید چقدر تفاوت بین نیاز جنسی آقا و خانم هست و اگه ما به عنوان شریک جنسی بتونیم این تفاوت ها رو درک بکنیم، قطعا میتونیم روابط جنسی لذت بخشی رو تجربه کنیم.